ببینید خواهر گرامی، فوت یک انسان پایان زندگی نیست. الله سبحانه و تعالی مرگ رو آورده، زندگی رو آورده، مرض رو آورده و انسان نباید که تسلیم بشه در زندگی. حالا قسمت بوده، نصیب بوده، تقدیر بوده، شوهر شما فوت کرده، فرزندی دارید، شما امروز باید سعی و تلاش بکنید که این فرزندتون رو تربیت بکنید. چطور میشه از غم و غصه و این مصیبتی که رسیده این رو کم کرد؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. با ذکر الله سبحانه و تعالی قلب ها آرام میگیرد. تلاوت قرآن کریم، خواندن نمازهای شب، دعا کردن، همه اینها انسان رو آرامش میبخشه. اذکار، استغفار کردن، اذکاری که در قرآن و سنت اومده اینها رو ورد زبان قرار دادن، عبادت ها رو سر وقتش انجام دادن، همه اینا سبب میشه که الله سبحانه و تعالی به انسان چی بده؟ صبر بده. چون فبشر الصابرین، الله سبحانه و تعالی بشارت. اما طوری که گفتم لعنت، وقتی که الله لعنت بکنه کسی رو یعنی جهنم، وقتی که بشارت بده یعنی بهشت. فبشر الصابرین، بشارت بده به انسان‌هایی که صبر میکنن. صبر یکی از عبادت‌های بزرگ است. صبر یکی از عبادت‌هایی است که ببینید دو عبادت داریم که هیچ اجر و پاداشی براش تعیین نشده، مقدار تعیین نشده، به غیر حساب است. به غیر حساب یعنی چی؟ یعنی حد و مرز نداره، به اندازه صبرت پاداش میگیری. چرا؟ چون این یکی از سخت‌ترین عبادت هاست. فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. انسانی که اگر مصیبتی با آنها برسد، اونها چیکار میکنن؟ سر و صدا میکنن، به سر کله خودشون میزنن، داد و واویلا میکنن؟ نه، اونها چیکار میکنن؟ میان صبر میکنن، به رضایت الله سبحانه و تعالی راضی میشن. این هاست که الله سبحانه و تعالی به اونها چی میگه؟ به اونها میگه بشارت بدید به کسانی که اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. همه ما از خداییم و به سوی خدا میرویم. امروز اگر شوهر شما رفته، فردا شما هم رفتنی هستید، فرزندتون هم رفتنی است، همه بشر رفتنی است. 100 سال بعد یک از این انسان‌هایی که امروز در کره زمین می‌بینید زنده نخواهند بود. وقتی که شما این کارو کردید، الله متعال چی میگه؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم. کسایی که این صبر رو پیشه کردن، الله سبحانه و تعالی درود و رحمت میفرستد بر اینها. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. کسانی که صبر پیشه کردن، الله سبحانه و تعالی به اونها رحمت و درود میفرسته. وقتی که الله رحمت و درودش رو فرستاد، خود به خود در وجود شما، در درون شما آرامش به وجود میاد. این آرامش رو فقط با ذکر الله سبحانه و تعالی، با صبر میتونید شما به دست بیارید. اولئک هم المهتدون. و اینها هستن انسان‌های راهیاب، هدایت شده. وقتی که صبر کردی، به رضای الله سبحانه و تعالی راضی شدی، الله سبحانه و تعالی بر شما چیکار میکنه؟ درود و رحمت بی پایان خودش رو نثار میکنه. وقتی کسی که مشمول رحمت و درود الله سبحانه و تعالی قرار بگیره، اون انسان چی میشه؟ احساس آرامش میکنه. الله سبحانه و تعالی بهش صبر میده.